چند بار تا حالا تناسخ پیدا کردم؟ خیلی، بارها و بارها و به بسیاری زندگی‌های متفاوت. این دفعه تو یه دختر رعیت چینی در سال 540 میلادی خواهی شد. چی؟ یه لحظه صبر کن. تو داری منو تو زمان به عقب میفرستی؟ خب در کلام شاید اینطور باشه. زمان به مفهومی که تو میشناسی فقط در جهان تو وجود داره. جایی که من ازش میام همه چیز فرق داره. صبر کن. اگه من به زمان و جاهای دیگه تناسخ پیدا میکنم ممکنه زمانی با خودم برخورد داشته باشم. البته به طور پیوسته اتفاق میفته و چون هر کدوم از زندگی ها فقط از تجربه شخصی خودشون اطلاع دارن، وقتی این اتفاق میفته اصلا متوجه نمیشن. خب هدف از همه اینا چیه؟ من صاف تو چشمات نگاه کردم. معنای زندگی، دلیل اینکه کل این جهان رو ساختم واسه اینه که تو به بلوغ برسی. منظورت بشریته؟ تو میخوای که ما بالغ بشیم؟ نه، فقط تو. من کل این جهان رو برای تو ساختم. با هر زندگی جدید تو رشد پیدا میکنی و بالغ تر میشی و درک بیشتر و عظیمتری پیدا میکنی. فقط من؟ پس بقیه چی؟ بقیه‌ای وجود نداره. در این جهان فقط تو هستی و من. تو مبهوت به من خیره شدی. یعنی همه آدمای روی زمین؟ همه اونها تویی. تناسخ‌های مختلف از تو. صبر کن. یعنی من همه آدما هستم؟ درست متوجه شدی. هر انسانی که تا حالا زندگی کرده منم؟ آره، و همینطور هر انسانی که زندگی خواهد کرد. من آبراهام لینکلنم؟ و همینطور قاتلش جان ویلکس بوس. یعنی من هیتلرم؟ با وحشت اینو گفتی. تو میلیون ها نفری هستی که اون کشت. من مسیحم؟ و تو همه کسانی هستی که ازش پیروی میکردن. سکوت کردی. هر دفعه که به کسی ظلم کردی داشتی به خودت ظلم میکردی. هر کار محبت آمیزی که انجام دادی به خودت محبت کردی. تمام لحظات خوش و اندوهی که توسط هر انسانی در کل زمان تجربه میشه توسط تو تجربه شده یا خواهد شد. برای مدت طولانی به فکر فرو رفتی. چرا؟ همه این کارا اصلا برای چیه؟ چون تو یه روزی مثل من میشی. چون این چیزیه که هستی. تو از نوع من هستی. تو کودک منی. منظورت چیه؟ از حرفام تعجب نکن. منظورت اینه من یه خدا هستم؟ نه، هنوز نه. تو یه جنین هستی. هنوز داری رشد میکنی. وقتی زندگی همه انسانها در کل زمان رو زندگی کرده باشی به اندازه کافی رشد کردی که متولد بشی. پس کل جهان فقط یه تخم مرغه؟ زمانش رسیده که به زندگی بعدیت منتقل بشی و من تو رو رهسپاری میکنم.